من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا يعلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به. Assalomu alaykum barodaroy aziz, uمیدوارم که خوب هستین، sog' salomat هستین. سلام علیکم قاریجان خوبه، سلامتی خوبه، همه تنجه برکت در کسب کار، پروردگار در کورت برورتیه زنده باشه. برادرای عزیز، ما عین حال قرار داریم در هیجوما پراسپیک میر. نگاه کنیم برادرای عزیز. شیر نار لایک ابزا اول فراموش نکن، لایک ابزا کامنتار بنویسون برادر جان. همین поддержка کننده برادر دستگیری کنید. نگاه کنیم برادر عزیز، عین حال ما قرار داریم در هیجوما پراسپیک میر. خواهرها و مادرها برای مادرها الحمدلله که هیجوما کشوده شد، مادرها عدل نی، برادرها عدل نی، همش یک مادر آوردگیم الحمدلله، همه طرفه همخواری هستن. الله برکتش ده. обшин برادرای عزیز، اویلو تونقتی بخواهین، مرحمت بیاین. уже الحمدلله که ما گفتیم که میکنیم، значит الحمدلله که میکنیم. خب نگاه کنیم برادرای عزیز، ما یک چیزی را برای شما پیشنهاد میکنیم برادر جانم. همین چیزی که میبینین این چیه در دستش گرفتهش حیران میشین. برادرای عزیز، این برای مساج کردن است. مساج سویتی ها برای این در بالنسا پریامش ده این در اوچیراد میستی، بعد 6000 پلاتیت میکنی که میرای عصبوتا باید آرام میکنی. اما خلاص کنید 6000 میتی برادر عزیز. برای هم خدر برادر عزیز ما تسلیم گرفتیم که یعنی که همه چیزم قیمت شده، همه طرفش دیگه الحمدلله، همه طرفه تمام نمود مساج سویتیش اپاراتش دستی و همش برادر عزیز نرخش 2500. یعنی که سومی کلون نیست برادر عزیز. میتونین مرحمت بیاین پیش قوری برادرمون الحمدلله که در خدمت های لوبوی وریم من نومیرو را میمونم، بیاین در خدمت برادر. شوخی تو نبره، ما از یک پپرو بید میکنیم میره خدا میمونم. این چیزی هست که یعنی که با تمام هستی شای برادر جونو فایدهش کلامه. بله یکم استوانه بخور میکنن، دیم تمام رگوی هست که میشه خرچی دیگه خوی میشون. سیم خصوصا در برای عصب، آرامش عصب، این ریچنش 3 روزه پای در پای میگیری. انشالله بعد آرامش سرت میبینیم. کجایی که مثلا رگوی که محکم باشه رگو خوی میشون الحمدلله استوانه بخور میکنن. بعد برای به ضروریات خصوصا در مادرها مونده میشه. جب خواهر هسته اگر بخواهم مثلا خواهر میمونشم انشالله. خواهر خودش دکتر ای بودن تمام کرده. بهترین برادر عزیز، مرحمت آدرس قاری جون. مترو پراسپیک میر ulica Shepkina dom 47 строение 1. برادر عزیز، کدومی که اگر که نفهمین خیلی میتونین که نمره قاری دا بنویسونین الحمدلله که در خدمت های مسئله دو خونی دا مسئله همین چیزو دا میتونین که برادر عزیز قاری برادرمون دا مراجعت کنین.
اونایی که خب مثلا جن زده هستن، خب یعنی که جادو زده هستن، الحمدلله بیان با کمک خداوند ان شاء الله میخونیمشون ان شاء الله که سبب میشه. بله شفا دهنده پروردگار ان شاء الله خواندن از ما شفا از پروردگار ما. مثلا میتونه که میریم ما میخوام تو شفا میبری. بله خداوند قرآن آفرید چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خداوند قرآن آفرید با آسمان دنیا رو کرد برای مؤمنان شفاء. کلامی که مؤمنه با قرآن چه ایمان آوردگی به خدا و پیغمبرش و کتابش. ان شاء الله مؤمنی سو میخواد برای مؤمن شفاء. ان شاء الله. برای برادر عزیز من یک پاپرو بید میکنم میمونم بعد با شما تماشا کنین. مرحمت بیاین. بعد برادر عزیز مسئله دورو در کدام میاد که مقصد چی نمود دوروها دوخیای خوشبویی تمام نمودش هست برادر عزیز. ایتونین انا مرحمت خریداری کنین قوری برادرمون الحمدلله که به یکم شب شوها همش الحمدلله که داروهای گیاهی هم برادر عزیز مرحمت همش به وارد خانم تر شدیم. همش در ترکیبش هست در شرخون استوریش ده. همش نوشتگی است الحمدلله که شاید چفر ای کدام بیاد و کدام بیاد در کدام آیات آمدگی هم شاید در کدام حدیث آمدگی الحمدلله همش هست. ان شاء الله. خصوصا برای چی آمدگی کجی میان یعنی که استمراری کج آوردگی برای زیرین چشم برای دولینی مثلا برای که آدمایی که چی دارن زاب دارن بعد دیگه دارویی که هستن برای پرستات و برای ویس برای مثلا گب خراب کردن و صابون‌های هستن که الحمدلله برای چی خصوصا برای مادرها موی سرم سم نریزه موی سرش خلاص شوه بیسته بخواد شد همش سیادانه پیامبر خدا صلی الله علیه و چی گفت که غرض مرگ در همه درد چیه دوا در همه درد که مرگ اومد الحمدلله ازلیت او میره یکی در دیگه همش الحمدلله شفا بله باقی در امان الله باشین. برادر عزیز مرحمت بیاین قاری را خبر بگیرین. خداوند نگهبانتون باشه. جزاک الله خیرا.